ویژگی یک غذای سالم چیست و یک غذای سالم باید چی ویژگی هایی داشته باشد؟ از لحاظ طبی غذای سالم باید به اصطلاح طیب و پاک باشد و حلال باشد و زنده باشد و در بدن تبدیل به انرژی شود و این میتونیم بگوییم غذای سالم هست. غذاهایی که در بازار بسیار زیاد باب شده است و کارخانه‌ای هست، اینها به خاطر این که مواد نگهدارنده میزند و دیر در بازارها باقی میماند، ما به اینها نمیتوانیم یک غذای سالم بگوییم، به اینها میتوانیم بگوییم غذای مرده، به خاطر این که اینها را مواد نگهدارنده که زدن انرژیش از دست رفته است و تمام اون موادهای زندهش از بین رفته است و هیچ گونه خواصی یک غذای سالم را در او نمیتوانیم بیابیم. مثل غذاهایی که در یخچال در فریزر دیر باقی میماند و اینها تبدیل به غذای بدون انرژی می شود. به اصطلاح می توانیم بگیم که اینها غذاهای مرده هستند. اینها در بدن هیچ گونه انرژی تولید نمی کند بلکه سبب انواع بیماری های مختلف می شود. پس شما سعی کنید که همیشه غذاهای سالم مثل به اصطلاح عسل همیشه در سبد غذایی شما باشد، توت باشد، انجیر باشد، خرما باشد و کدو حلوایی یا کدو تنبل، کدوهای کلان، اینها شیربرنج، بامیه، به اینا میتوانیم بگیم غذاهای سالم و با انرژی که اینها وقتی که وارد بدن می شود در تک تک سلول های بدن اینها خودش را میرساند و سبب انرژی در بدن می شود.